خب الان میخوایم که یه قسمت حذف بذاریم که یه محصولی بتونه از سبد خریدش حذف کنه. یه مثلا ضربدری آیکونی چیزی این کنار که تا روش کلیک کرد حذف بشه و این سطر توسط جیکوری هاید بشه. خب میایم اینجا توی ویومون، خب میگیم کنار هر محصولی که اضافه میکنی یه IMG هم اضافه کن. آلترنیتش مثلا باشه حذف محصول. SRCش باشه یه تصویر بجورم من. چه استایلی گذاشتم. خب آیکون حذف پیدا کردم. این آیکون ها میتونه خوب باشه، حالا مثلا این آیکون، چون اگه چیز بهتری پیدا کردم حالا فعلا همین رو میذاریم. توی پروژه کپیش میکنم، توی آدرس کانتنت اینجا یه پوشه درست کنم به نام ایمیجز و پیست میکنم اینجا. اسمش رو هم بزنیم delete.png. خب میام توی پروژه آدرس میخوام بدم، آدرس به عکسم میگم که توی روت سایت پوشه کانتنت پوشه ایمیجز /delete.png. خب الان میخوام که روی هر کدوم از این چیزها که کلیک شد، روی این ایمیج که کلیک شد، اون سطح حذف بشه، هم از کوکی ها هم از این جدول. من یه استایل هم بهش میدم، میخوام که پوینترش استایل پوینتر نه استایل کنم چیز پروپرتی کرسر هست. پروپرتی کرسرش باشه پوینتر، یعنی که الان ببینید رو موس که روش میاد هیچ حرکتی، هیچ حالت موس عوض نمیشه، ولی اینجا حالت موس عوض میشه، حالت پوینتر پیدا میکنه. خب یک کلاس بهش اختصاص میدم، مثلا کلاس delete product. این کلاس رو به خاطر این دادم که با سلکتور جیکوئری بر اساس این کلاس بتونم اینها رو سلکت کنم و براشون در واقع ایونت بنویسم. خب اینجا میام می نویسم که دالر بر اساس کلاس سلکتش میکنم، یعنی تمام اونهایی که کلاس دیلیت پروداکت رو دارن بیا سلکت کن و برای کلیکشون این فانکشن رو، این ایونت رو بنویس، اجرا کن. خب کاری که من باید بکنم اینه که آیدی محصول رو پیدا کنم، یعنی ببینم روی کدوم از این تصاویر کلیک کرده، یعنی چه محصول رو میخواد حذف بکنه. پس من نیاز دارم اول آیدی اون محصول رو پیدا کنم. پس میتونم اینجا یه اتریبیوت بهش بدم، مثل همین پروداکت آیدی، و مقدارش رو بدم @item.product.id. پس اینجا آیدی محصول داخل این اتریبیوت این تگ img ریخته میشه. خب من وقتی سلکتش کردم و براش در اومدم چیز نوشتم، ایونت نوشتم، میتونم اینجا با دیس سلکتش کنم، بگم که اتریبیوت این پروداکت آیدی رو بگیرش بریز داخل آیدی که متغیر تعریف کنم به نام ور و این مقدار رو میریزم داخلش. حالا میخوام با ایجکس وصل بشم به سرور، متد ریموو رو صدا بزنم، اگر که اوکی بود و حذف از توی کوکی انجام شد که منم سطرش رو از اینجا پاک بکنم.
پس همین قسمت رو من میتونم کپی بکنم اینجا. آدرسش که میشه ریموو. بذارید من پیدا کنم چیزش رو. ریموو کارت که یه آیدی میگیره. ریموو کارت، من ریموو کارت رو صدا میزنم. پس چه توی کنترل هوم اکشن ریموو کارت و آیتم های ورودیش رو ببینید فقط یه آیدی هست از نوع این. پس من اینجا این قسمت کانت رو پاک میکنم، میشه دیتا آیدی و مقدار ورودیش این آیدی که ما اینجا تعریف کردیم. نوعش پست باشه و نوع مقادیرش هم جیسون باشه. همینطور که میبینیم ما اینجا داریم به صورت جیسون خروجی میفرستیم. اگر که حذف و موفقیت انجام شد که ساکسس ترو میشه، پیغام این میشه که کالت سواد خرید شما حذف شد و لیست خرید مقدارش تغییر میکنه که لیست خرید همین مقدار این بالا بود. و اینکه اگر که در سبد خرید وجود نداشت این پیغام به کاربر نشون میدیم و اگر که خطا رخ داد و حذف نشد که این پیغام رو به کاربر نشون میدیم. پس اینجا من دیگه نیازی نیست دستی بزنم به این کد. ریزالت رو گرفتیم، اگه ساکسس بود این رو مقدارش رو جایگزین میکنیم و این پیغام رو هم ایولش میکنیم، اجراش میکنیم. در صورت ارور هم که الرت خطا رو نمایش میده. و الان اوکی ما میتونیم استفاده کنیم. یه ریفرشی میکنم. پس من باید الان روی این آیتم که کلیک میکنم هم این سطر پاک بشه. البته این سطر خودش رو ننوشتیم، باید از کوکی ها پاک بشه و دوم اینکه این لیست خرید تعدادش 2 بشه. من این کد رو هم مینویسم که این سطر پاک بشه. خب ما چطوری میتونیم بگیم که این سطر رو بیا مثلا هایدش کن؟ خب ما اینجا این رو سلکت کرد. وقتی این تگ IMG رو سلکت کردیم ما به این IMG دسترسی داریم. سطری که میخوایم پاک بکنیم یعنی این TR میشه. پس ما میتونیم از این به این برسیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بذارید من یه inspect element هم بگیرم. ببینید من الان این تگ IMG رو سلکت کردم. خب یه دونه پرنت بالا سر خودش میشه این تگ TD که این قسمتی که میبینید رو در بر گرفته، این قسمت مستطیل چک رو در بر گرفته و یه پرنت بالا سر خودش میشه این سطری که قرار ما حذفش کنیم. پس یعنی 2 تا پرنت بالا سر خودش رو ما باید حذف کنیم. پس اینجا میگیم که اگه ساکسس ترو بود بیام اول اینجا من ور مثلا IMG مساوی شارپ دیس اصلا دالر دیس. خب اینجا من میگم که IMG dot parent یه توضیحی هم میدم. یعنی بیا این تگ IMG که هستی پرنتت که میشه این TD دوباره پرنتت که میشه این TR. پس ما الان اینو تونستیم سلکت بکنیم. من میگم این رو هایدش بکن به این صورت. پس الان این سطر هم هاید میشه. خب من این رو ریفرش میکنم. الان تا بعد رو این کلیک کردم هم از کوکی ها حذف بشه، هم لیست خرید این عدد 2 بشه 1 و همین سطر پاک بشه. خب میبینید که این سطر حذف شد. لیست خرید رو حالا باید ببینید چرا این اتفاق براش نیفتاده و اینکه کالا سبد خرید شما حذف شد، پیغام هم نمایش داده شد. خب ببینیم که علت این چیه. بله این اشتباه از خودمونه. خب این چیز رو انجام ندادیم. اینجا ما باید این مقدار کاری باش نداریم. این رو پاک کنم. خب این مقدار رو ما باش کاری نداریم. این کارتکان ما یه متد نوشتیم که این متد کار صحیح رو انجام میده و کدی که من نوشته بودم کار صحیح رو انجام نمیداد. این متدی که ما اینجا نوشتیم کارتکانت، من اینجا باید این رو صدا بزنم و خب نوع استرینگ برمیگردونه دیگه. به دات تو استرینگ هم نیازی نیست تبدیلش کنم. به همین صورت. پس من اگه دوباره چیزش کنم، بیلدش کنم و تست بگیرم باید درست شده باشه. خب الان عملا از کوکی های من حذف شد. حالا درست اینجا عدد 2 رو نشون داده ولی عملا از کوکی های من حذف شد.
من الان اگه صفحه رو ریفرش بکنم فقط یه محصول توی اینجا باید برای من نمایش داده بشه. بذارید ببینم چرا نشد. خب بیدیک پوینت میذاریم تا حالتش رو بفهم. این محصول رو من حذفش میکنم یا داخل بیدیک پوینت. خب اون کوکی رو پیدا میکنه، آیدی هست 1. پس کوکی نیمش هست کارت آندرلاین 1. اکسپایرش رو منفی میکنه و ریترن جیسان میکنه. خب الان عملا باید حذف شده باشه ولی حذف نشده. فکر کنم اینجا توی ریکوست ها نه، ولی توی ریسپانس ها باید ما این عملیات رو انجام بدیم. دوباره تستش میکنیم، صفحه رو ریفرش میکنم. خب داخل بیدیک پوینت میشه، کوکی رو پیدا میکنه، میگه که ریسپانس کوکی فلان، اکسپایرش منفی میشه، مقدار جیسان برگشت داده میشه و کالا از سبد خرید شما هست. خب ببینیم که الان کار داد، یعنی از کوکی ما حذف کرد. حالا باید ببینیم که چرا اینجا لیست خرید رو درست نشون نداد. من یه محصول دیگه اضافه میکنم، مثلا میام اینجا این رو اضافه به سبد خرید میکنم. خب الان اینجا 2 تا محصول دارم به سبد خریدم. بذارید من کوکی هاش رو هم چک بکنم ببینم که یه قسمتی داشتیم قبلا کوکی هاش رو میتونستیم ببینیم اگه بتونم پیداش کنم. این که نیست، مثلا همینجا باشه. بله باید بیایم توی تب پرایوسی و این قسمت ریموو ایندیویدوال کوکیز رو انتخاب بکنید. خب اینجا اسم سایت رو که بنویسید، این لیست تمام کوکی هاییه که تو مرورگر شما تا حالا ست شده. اسم سایت رو که بنویسید کوکی های مخصوص به اون سایت رو میاره. من اینجا لوکال هاست رو مینویسم، لوکال هاست. خب میبینید که کوکی های مربوط به این سایت رو برای من میاره، میگه که توی این سایت الان این 3 تا کوکی برای این سایت ست شده. یکی سشن آیدیه، یکی دیگه کوکی 4 و یکی کوکی کارت 4 و کارت 1 که این دوتا برای سبد خریدمون هستن. این هم کوکی هایی که ما تا حالا داریم. حتی کانتنتش رو اینجا میشه دید. کانتنتش یعنی اون مقدارش، یعنی از آیتم 4 از محصول آیدی 4 8 تا درخواست داشتیم، یعنی 8 تا توی سبد خریدمون ذخیره کردیم و از این محصول فقط یه دونه توی سبد خریدمون ذخیره کردیم. خب این هم به خاطر اینکه کوچه‌مون رو ببینیم. خب من یه بار دیگه این رو میذارم داخل بیک پوینت، میرم ببینم که صحیح کار میکنه یا خیر. من این مقدار رو کویک واچ کنم ببینم که چند تا کویک ازش داریم. دات کوکیز. تعداد کوکه ها رو 0 نشون میده. ریکوست دات کوکیز تعداد کوکه ها رو
3 تا نشون میده. بله کارت 4، کارت 1 و این مقدار. خب من یه بار دیگه پروژه رو استارت میکنم تا تستش کنیم. من استاپ کردم پروژه رو و علتش رو پیگیری کردم، دیدم که کاری که ما جای انداخته بودیم این بود که ما از توی مرورگر داشتیم حذفش میکردیم، یعنی با این دستور ریسپانس دات کوکی رو سلکت میکردیم و اکسپایرش رو منفی میکردیم، یعنی مال تاریخ قبل. در نتیجه تا مرورگر میدید این تاریخش گذشته و اکسپایر شده، اون رو خودش حذف میکرد. ولی کاری که ما باید میکردیم و جای انداخته بودیم این بود که داخل کوکی های همین سمت سرور هم باید اون رو پاک میکردیم. یعنی ما اینجا request.cookies http cookie collection برمیگرده، یعنی لیستی از کوکی ها. وقتی ما از مرورگر حذفش میکنیم، خب هنوز این ریکوست ما به سمت در واقع این کاری که ما کردیم هنوز به سمت مرورگر نرفته که مرورگر بخواد حالا عملیات حذف انجام بده کوکی ها رو و اون کوکی اضافی رو از تو لیست کوکی ها در بیاره و هنوز عمل حذف کامل انجام نشده. ما با این دستور request.cookies.remove که میبینیم که استرینگ نیم میگیره به عنوان پارامتر ورودی، میگه که نام اون کوکی رو به من بده تا پاکش کنم. با این دستور ما اومدیم علاوه بر این که از مرورگر داره پاک میشه، از توی این لیست اینجا هم پاکش کردیم، از توی لیستی که سمت سرور الان داریم روش بررسی می‌کنیم و کارمون رو روش انجام میدیم، از این لیست هم پاکش کردیم. در نتیجه تعداد محصولاتمون هم اون قسمت درست شد. خب من اینجا پروژه رو اجرا کردم، میام اینجا این محصول رو یه بار به کالای خودم به سبد خودم اضافه میکنم. این صفحه رو هم ریفرش میکنم، میبینیم که 2 تا محصول اینجا داریم و 2 تا محصول هم اینجا. من تا اینو حذف میکنم باید هم این سطح پاک بشه، هم این محصول تعدادش یکی بشه. خب پیغام که نمایش داده شد، سطح پاک شد و لیست در واقع محصولات داخل سبد خریدمون هم 1 شد. یعنی ما الان 1 محصول توی سبد خریدمون داریم که از اون 8 تا سفارش داریم. پس قسمت ویرایش و مدیریت و حذف محصولات داخل سبد خریدمون هم تکمیل شد. حالا توی قسمت بعدی میخوایم اطلاعات رو از کاربر بگیریم، آدرس، کد پستی و موارد دیگر رو از کاربر بگیریم و اون رو هدایتش بکنیم به صفحه‌ای که بره در واقع پرداخت اینترنت رو انجام بده. واسه این کار من این جدول رو میارم. خب ما جدولی که داشتیم، جدول گروه مال گروه ها، مسیج مال اینکه تماس با ما هستش، در واقع مثلا پیامایی که کاربران میذارن، فاکتور آیتمز که اول باید من فاکتور رو بهتون توضیح بدم. اینجا محصولاتمونه، لیست محصولاتمون. این فاکتور وقتی که یه خرید در واقع فروشی انجام میشه از سایت، یه فاکتور میخوره و به تعداد آیتم هایی که داخل اون فاکتور هستن، یعنی اون محصولاتی که فروخته شدن که در واقع هم محصولات داخل سبد خریدمون میشه، فاکتور آیتم ثبت. یعنی اگه یه فاکتور بخوره که داخلش 2 تا محصول مثلا فروخته شده، 2 تا فاکتور آیتمز به ازاش ثبت میشه. ستینگ هم که حالا نام سایت رو نمیدونم، کیوردش، دسکریپشنش و موارد دیگه داخلش ذخیره میشن. این هم که یوزرهامو هستن که در واقع ثبت نام میکنن. خب یک کاری که ما باید بکنیم که داخل جدول فاکتورز ما اینجا گرفتیم که در چه تاریخی خرید انجام شده، کد رهگیریش کی بوده و چه یوزری این کار رو انجام داده، در این خرید رو انجام داده، قیمت این خرید چندی بوده و حالا توضیحات که خودمون نیاز داریم. اما موردی که اینجا هست اینه که خب اگر که یه کاربری بیاد لاگین کنه و خرید انجام بده، خب یوزر آیدی براش ثبت میشه. ولی اگر کاربر ما لاگین نکرده باشه و بیاد خرید رو انجام بده، خب لاگین نکرده که ما بخوایم یوزر آیدی براش ثبت کنیم. خاطر همین من نالیبل اینجا رو گذاشتم. پس ما باید اینجا فکر این رو هم بکنیم، یه کاربری لاگین نکرده یا خیلی از کاربران اصلا نمیان ثبت نام کنن، فقط میان خریدشون انجام میدن و میرن. خب ما باید این رو تعبیه بکنیم که یه کاربری که لاگین نکرده بتونه خرید رو انجام بده. پس اگه خرید کرده بود که آیدیشو، اگه لاگین کرده بود که آیدیشو اینجا ثبت میکنه، ولی اگه لاگین نکرده بود باید اطلاعات کاربر رو بگیریم. پس من میام اینجا سطر رو اضافه میکنم، ستون اضافه میکنم، ستونایی که میخوایم
نیم در اون کاربر هست که نامش چیه، نام و نام خانوادگیش چیه که از نوع انورکر 50 میگیرم. نالیبل هم نباشه، تو این مقادیر دیگه ما بهش احتیاج داریم موقع فروش، بدونیم که چه شخصی، حالا شماره موبایلش، ایمیلش، آدرسش، اینا چیه که براش میخوایم محصول رو ارسال بکنیم. اینکه موبایلش چیه، این رو هم باز انورکر 50 میگیرم. میتونیم حالا انورکر 50 نگیریم، برکر بگیریم چون که قرار نیست فارسی توش تایپ کنه، ولی حالا زیاد هم مهم نیست این قضیه. مورد بعدی این که خب ایمیل طرف نیازن داشته باشیم، این رو هم من برکر میگیرم، برکر 50. این رو هم میتونم برکر بگیرم. خب یک کد پستیش نیازه و آدرسش. من اینجا آدرس رو از نوع برکر 200 میگیرم، 200 کاراکتر برای آدرسش و کد پستیش، کد پستی که این نالیبل هست، اختیاری، طرف میتونه کد پستیش رو وارد کنه، ولی خب بعضی هم کد پستیش رو نمیدونن یا حالا به هر دلیلی کد پستیش رو میتونن وارد نکنن و فقط به آدرس بسنده کنن. خب کد پستی رو هم، خب کد پستی هم معمولا 10 رقمیه، ولی خب حالا ما دست احتیاط 15 رقم میگیریم، ولی چون عددیه ورکر 15 میگیریم، ورکر 15 دیگه، این ورکر نمیگیریم. خب این از کد پستی. یه فیلد دیگه هم میذارم. این فیلد کارش اینه که مثلا شما فرض کنین توی این قسمت، خب این قسمت اول سبد خریده، میاد محصولاتشو میبینه، کم و زیاد میکنه، حذف میکنه، تعدادشو عوض میکنه و اینا، بعد میزنه مرحله بعد اطلاعاتشو وارد میکنه، حالا مشخصات، آدرس، ایمیل، موبایل و غیره، بعد میزنه روی دکمه‌ای که بره به سمت درگاه اینترنتی. خب ما تو این لحظه میایم به عنوان یه فاکتور مشخصاتشو ذخیره میکنه. ممکنه که این اتصالش به درگاه اینترنتی انجام نشه، به حالا یا اینترنتش قطع شه، یا نمیدونم شارژ نداشته باشه، پول نداشته باشه، به هر دلیلی نتونه این خرید رو تکمیل بکنه. من یه فیلدی اینجا میذارم که به نام ایز فینیش که از نوع بیته، نالیبل هم نیست. من فقط کد پستی نالیبل گذاشتم که ممکنه یکی کد پستی نداشته باشه بتونه خالی بذاره. ایز فینیش کارش اینه که وقتی که پاسش میدیم به درگاه اینترنتی، این مقدار فالسه، یعنی هنوز کامل تکمیل نشده، ولی وقتی از درگاه اینترنتی پس برمیگرده و خریدش تکمیل میشه، ما این ایز فینیش رو تورو میکنیم. پس این یه فیلدیه برای اطمینان خودمون که بفهمیم این خرید با موفقیت انجام شده یا نه. پس حالا این مشخصات، این فیلدی که اضافه کردم رو ذخیره میکنم. بعدش هم میام توی ویژوال استودیو، این تو پوشه مدل، دامین مدل، این رو ریفرش میکنم، تغییراتش ذخیره بشه، میشه فاکتور. فاکتور رو من پاک میکنم، این رو هم استاپ میکنم، آپدیت مدل فرام دیتابیس، فاکتور رو انتخاب میکنم، فینیش. تغییراتش اضافه شد، بیلد رو میزنم که کلاساش هم ساخته بشه. خب حالا میام توی کنترلر یه اکشن دیگه درست کنم. اکشن بسکتمون که این بود، حالا یه اکشن درست کنم مثل به نام بای، مثلا اکشن تاپیک اکشن ریزالت بای. این حالت گتش هست، پس اتریبیوت http get رو صدا میزنم. توی این در واقع اکشن قراره که ما مشخصات کاربر رو بگیریم. اینجا من یه دکمه میذارم به نام مرحله بعد، یه ویو بسکت، یه دکمه اینجا میذارم چون که ما قراره فقط ریدایرکتش کنیم به اون آدرس، نیازی نیست که
دکمه از ما سابمیت باشه میتونم فقط به یه تگ A بسنده کنم اکشن لینک. خب نامش رو میگه، مثلا میگم که مرحله بعد اکشنش رو از من میخواد، اکشنش رو هم میگم اکشن بای. خب اینجا چیزی که هست اینه که برای محصولاتمون ما باید کلاس باتن رو بشه، برای دکمه باید کلاس باتن بهش اضافه کنیم. من این اتریبیوت کلاس مساوی باتن رو اضافه میکنم به اینجا. باید ببینم از کدوم اوورلودش استفاده کنم. اوورلود از اوورلود پنجم باید استفاده کنم. خب نام اکشنش روت ولیوز که نداریم، نال میدم و آبجکت اتریبیوت. خب اینجا نال و این مقدار. خب الان این دکمه درست کردم که برای چون پروژه اجرا نیست نشون نمیده. return view صفحه که ریفرش میکنم دکمه درست کردم که ریدایرکت میکنه به صفحه مرحله بعد. این گوشه حالا جالبم نیستش، باید بیارمش پایین تر. میتونم اینجا بگذارم، بیام که اینجا بگذارمش. خب اینجا بهتر شد. طرف تا روی این مرحله بعد کلیک میکنه، همونطور که میبینین میره به کنترل هوم اکشن بای. توی این قسمت، توی این اکشن من ویوش رو اد میکنم. ما قراره که اطلاعات رو از کاربر بگیریم و داخل یه آبجکت از نوع فاکتور ذخیره کنیم. پس من میام اینجا، البته قبل از اینکه بخوام ویوش رو درست کنم باید برم کلاس انتیتیش رو اضافه کنم. یه کلاس درست کنم، میتونم همین رو کپی کنم، باید پروژه رو استاپ کنم تا کپی انجام بشه. میتونم همین رو کپی کنم اینجا، اسمش رو بگذارم فاکتور متا دیتا. این متا دیتا همون اتریبیوت هایی هستن که ما برای اون کلاس توضیح میدادیم و میذاشتیم براشون. خب من اینجا میگم که نام هاش رو تصحیح میکنم. این گروپ متا دیتا میشه فاکتور متا دیتا و این باز میشه فاکتور متا دیتا و الحاقش میکنم به کلاس فاکتور. همون کلاسی که انتیتی فریمورک برای ما اون رو ساخته. اینجا میتونم نشونش بدم به شما. کلاس فاکتور که انتیتی فریمورک اون رو برای ما ساخته. این ستوناش هست که ما باید الان براش اتریبیوت بنویسیم. خب من اینجا ستوناش رو کپی میکنم تو اینجا یکی یکی اتریبیوت ها رو براش بنویسیم. خب ستون آیدیه که این بالا نوشتیمش پایندیبل فالس، اسکافولد کالم فالس، این رو کاریش نداریم. ستون بای دیت هست از نوع دیت تایم. توی کلاس قبلی ما دیت تایم استفاده کرده بودیم. ببینم داریمش یا نه. نداریم توی این کلاس. خب کاری نداره، ما فقط باید یه required اضافه کنیم چون که این کلاس این پروپرتی حتما باید ست بشه که چه زمانی این خرید انجام شده. پس اینجا میگم که تاریخ خرید را وارد کنید. بعد دیسپلی نیم و دیسپلی رو برای ست میکنم. اینجا میشه تاریخ خرید. اینجا به جای نام گروه می نویسم تاریخ خرید.
بعد به پروپرتی فلو کد میرسیم یا همون کد رهگیری. خب بعد من دیسپلی و دیسپلی نیم رو برای ست بکنم، میشه که کد رهگیری بعد required هست. البته required نیست چون که بار اول این کد رهگیری نداریم، فقط اطلاعات کاربر رو ذخیره میکنیم. پس توی بار اول ما در واقع فلو کد مقداری نداریم که بهش پاس بدیم، پس required نیست. فقط مقدارش رو، سایزش رو میتونیم بهش بگیم که چند کاراکتر باید باشه. سایزش هم فلو کد برشر 50 کاراکتری هست، میگه این فیلد باید حداکثر 50 کاراکتر باشه. خب این مورد هم اوکی شد. فیلد بعدی دسکریپشن هست که 400 کاراکتریه. ما این کپی پیست میکنم این قسمت رو براش. دسکریپشن میشه توضیحات خرید. توی توضیحات معمولا می نویسیم که حالا تاریخ خرید و اون که چه شخصی این خرید رو انجام داده و یه توضیحات مختصری می نویسیم واسه این خودمون که بدونیم مثلا وقتی خواستیم لیست خریدها رو ببینیم از توضیحاتش راحت بفهمیم که این خرید مال کی بوده، تو چه تاریخ انجام شده و غیره موارد دیگه‌اش. خب این فیلد هم میگم که حداکثر باید 400 کاراکتر باشه. مقدارش هم میذارم کنم 400 کاراکتر. ریکوایرد هست به خاطر اینکه فیلدش رو حتما وارد بکنیم مقدارش رو. البته به خاطر اینکه این رو کاربر قرار نیست وارد بکنه و قراری که ما فقط وارد بکنیم، این رو ما سمت سرور بهتره که مقدارش رو بهش براش ست بکنیم و دیگه سمت سرور قرار ست بکنیم ریکوایرد نمیتونه باشه. خب یوزر آیدیه که چه شخصی این رو خریداری کرده. من دیسپلی و دیسپلی نیم رو براش ست میکنم. دیسپلیش که میشه دیسپلی و دیسپلی نیم، مقدار توضیحش میشه خریدار، چون آیدی کسیه که این خرید رو داره انجام میده. و مورد دیگه ای که از اسکافولد کالمنش هم باید فالس باشه به خاطر اینکه قرار نیست ما این برای این فیلد چیز نمایشی بخوایم بگذاریم، مثلا یه تکست باکسی، نمیدونم چک باکسی، هیچ چیزی قرار نیست درست کنیم دیگه. این مقدار در واقع از سشن پر میشه، داخل اینجا ذخیره میشه. مقداری که مقدار آیدی کاربریه که لاگین کرده ما از تو سشن میخونیم و میریزیم داخل یوزر آیدی. به خاطر همین قرار نیست سمت کاربر پر بشه، پس اسکافولد کالمش رو برای فالس قرار میدیم که معلوم باشه که نمیخوایم در واقع گرافیکی براش درست کنیم یا فیلدی به خاطرش، فیلد HTML به خاطرش درست کنیم. خب پرایس هست که دسیمال مقدارش. دیسپلی و دیسپلی نیمش رو میذارم قیمت. خب قیمت محصول هم که مسلما باید required باشه، چون که قیمت این فاکتور معلوم باشه که این فاکتور به چه مقداری فروش رفته، یعنی هزینهش چندی بوده. خب ما پرایس رو قبلا اینجا استفاده کردیم، میتونم از اتریبیوتاش استفاده کنم. این دو تا اتریبیوت میتونه براش مفید باشه. یکی اینکه قیمت فاکتور را وارد کنید، یعنی required براش میگذار. و مورد بعدی رنج کارش اینه که کنترل میکنه که این عدد توی یه محدوده خاصی باشه. محدوده خاصش هم به این صورتی که ما میگیم مثلا از یک، خب مبلغ قاعدتا نمیتونه صفر باشه دیگه، بزرگتر از یک و حداکثر کوچکتر از مقدار حداکثر اینت باشه. و اگر که در غیر این محدوده بود، یه پیغام بهش نشون میدیم که مقدار نامعتبر است، قیمت نامعتبر است. یعنی مثلا اگه طرف منفی وارد کرد یا قیمت خیلی الکی وارد کرد، اینجا میفهمیم که این محدوده نیست و بهش این مقدار رو نشون میدیم. خب اما یه موردی که من اینجا جا انداختم باز اینه که
قرار نیست این قیمت رو کاربر وارد کنه. برای که این قیمت رو ما خودمون از اون محصولات که داخل کوکی ثبت شده بگیریم بخونیم و اون قیمت رو خودمون توی سرور برای این پراپرتی ست میکنیم. پس اگه قرار نیست کاربر وارد کنه میتونیم این پراپرتی required رو، این attribute required رو نگذاریم براش. خب من میتونم بردارم. خب نیم کاربری که اومده خرید رو انجام داده میشه نام خریدار. نام خریدار required هست چون که حتما ما باید نام خریدار رو داشته باشیم. من اینجا این رو براش کپی میکنم. همچنین چون این ورکر 50 کاراکتریه، این فیلد حد اکثر باید 50 کاراکتر باشم براش میگذارم. اینجا میشه نام خریدار، یا مثلا میگم نام خود را وارد کنید چون که کاربر داره وارد میکنه این مقدار رو. این قسمت میشه موبایل خریدار، میشه موبایل خود را وارد کنید و اینکه این فیلد حد اکثر موبایل هم 50 کاراکتری گذاشتیم که طرف میتونه حالا 2 تا شماره وارد کنه یا حالا هر چند تا شماره تا حد اکثر 50 کاراکتر میتونه شماره وارد کنه. مثلا 2 تا شماره موبایل یا شماره خونه‌اش با شماره موبایلش اینجوری وارد کنه. به خاطر همین 50 کاراکتر گذاشتیم که دستش باز باشه. خب موبایلش رو هم که مشخصاتش رو گذاشتیم. بعدش ایمیل هست. اینجا میشه ایمیل خریدار. اینجا میگیم ایمیل خود را وارد کنید. بعد آدرسش هست، میشه آدرس خریدار. آدرس خود را وارد کنید. این هم میشه این فیلد حد اکثر آدرس 200 کاراکتری بود. پس ما میتونیم اینجا 200 کاراکترش کنیم. کد پستی هست. کد پستی الو نال هست، نالیبل هست در واقع. میتونه پس ریکوایرد نباید باشه، یعنی بگذاریم که کاربر اگه خواست کد پستیشو وارد کنه. پس من این ریکوایرد رو پاکش میکنم. میشه کد پستی خریدار. این هم میشه که فیلد کد پستی حداکثر 15 کاراکتر. پس میشه این فیلد باید حداکثر 15 کاراکتر باشد. اینم تعدادش رو 15 میکنم. و ایز فینیش. خب ایز فینیش هم که توضیح خاصی نداره چون که فقط برای خودمونه. میتونیم حالا اینجا یه دیسپلی نیم براش بگذاریم، بگیم که مثلا در واقع خرید نهایی شده یا نه. نهایی شده است. یعنی اگر این ایز فینیش ترو بود خریدش نهایی شده. چون که قرار نیست باز هیچ فیلد نمایشی براش بسازیم توی HTML، توی ویومون قرار نیست چیزی بسازیم، میتونم من اسکپال فرمش رو فالس قرار بدم. خب این هم از این. ما الان اومدیم به اتریبیوت های لازم برای کلاس فاکتورمون رو نوشتیم. من یه بیلد میزنم تا درست بشه. میگه که نیم چی گفت؟ میگه که 2 بار نیم رو نوشتیم. خب من این بالا نیم رو باید پاک کنم. این قسمت رو اصلا باید پاک میکردم. خب الان بیلد رو میزنم. کلاس هم ساخته شد. حالا میام داخل کنترلر هوم، براش یه ویو اضافه میکنم. اد ویو. کلاسش رو میگم کلاس فاکتور باشه. من برای کلاس فاکتور میخوام کد نویسی کنم. اسکافولد کالمنش حالت اینسرت میشه چون که ما میخوایم اطلاعات رو بگیریم و اینسرت کنیم، یعنی حالت کرییت. خب دیگه رفرنس اسکریپت میذارم باشه. پارشال ویو هم که نیست، اینم که درسته. اد رو میذارم.
خب الان ویژوال استودیو فیلداشو برای من ساخته. فقط کاری که من باید بکنم اینه که یه استایلی بهش بدم که استایل اینجوری باشه. این الان بدون استایل هست. ما توی ویو اد پروداکتمون قبلا این کارو کردیم. میتونم الان از تگ هاش و استایلاش کپی بگیرم. این قسمت رو من کپی میکنم اینجا که میشه صفحه اصلی. بعد فلش این کنترلر فوم اکشن بای و اینجا توضیحش میشه خرید. یا حالا بذاریم خرید محصولات. خب یعنی اینجا این قسمت میاد مثلا صفحه اصلی، به جای صفحه خرید میشه خرید محصولات و پاس داده میشه به صفحه هوم اسلش بای. بعد دیگه چه چیزی استفاده کردیم اینجا توی اد پروداکت؟ و این قسمت رو میتونم کامل کپی کنم و بعد مواردی که نمیخوام رو پاک کنم. خب خب میخوام که یه فرم بسازم ولی برای اکشن بای توی کنترلر هوم. نوعش باید پست باشه. من این اتریبیوت رو پاک میکنم به خاطر اینکه انک تایپ مولتی پارت فرم دیتا نیاز نداریم. این به خاطر اینه که یه فایلی بتونیم آپلود کنیم ولی اینجا چون فایل آپلودی نداریم من قسمت رو میتونم پاک کنم. خب اینجا توضیحش رو مینویسم که خرید محصول و بعد میتونم اینجا هم یه تگ پی باز کنم بگم که کاربر گرامی اطلاعات خود را به دقت پر کنید. بعد اینجا باید من فیلد ها رو یکی یکی درست کنم. خب فیلد ها من این قسمت رو میام بالا کپی میکنم. خب اولین فیلدی که نیاز داریم باشه فیلد خب بای دیت که سمت سرور پر میشه. اینکه هیچی. فلو کد که زمانی که کد رهگیری هست زمانی که خرید اینترنتی با موفقیت انجام شد و از درگاه اینترنتی پس برگشتیم کد رهگیری رو وارد میکنیم. پس اینم هیچی. دسکریپشن هم که سمت سرور وارد میشه اینم هیچی. یوزر آیدی هم که سمت سرور از سشن خونده میشه داخلش ریخته میشه این هم اینجا نیاز نداریم. پرایس هم از کوکی ها خونده میشه. پس اولین فیلدمون میشه فیلد نیم، فیلدی که ما میخوایم مشخصات کاربر رو بگیریم. پس میام اینجا فیلد اولم میشه مدل دات نیم. و این موارد اضافی رو پاک میکنم. من این بزنم که پیدا باشه. برای فیلد اول که نیم هست میخوام در واقع چیز درست کنم، فیلد تکست باکس درست کنم. خب اینجا گفتم که یه تکست باکس بساز برای مدل دات نیم هم. همچنین میگم یه ولیدیشن مسیج بساز برای مدل دات نیم. پارامتر بعدی موبایل هست. من میتونم از این دوباره کپی کنم. اینا رو دیگه اضافی ها رو پاک میکنم. از فیلد اضافی ها هم پاک میکنم. یه ذره خلوت بشه اینجا.
از همین کپی میکنم. برای یه فیلد موبایل میخوایم درست کنیم، میگم که برای موبایل دات نیم یه لیبل بساز، بعد بیا براش تکست باکس بساز، بعد بیا براش ولیدیشن مسیج بساز. مورد آیتم بعدیمون ایمیل هست. من دیگه فقط آیتم ها رو اینجا کپی پیست میکنم که براش یه لیبل میسازه، تکست باکس میسازه و ولیدیشن مسیج براش میسازه. باز یه کپی میگیرم اینجا دوباره. و بعد از ایمیل ما آدرس رو نیاز داریم، بعد کد پستی. اسفینیش هم که سمت سرور پر میشه، پس ما آدرس و کد پستی رو نیاز داریم الان بگیریم. اینها رو هم من پاک میکنم، اضافی ها رو. خب اینجا میشه کد پستی، تکست باکس براش بساز، ولیدیشن مسیج بساز براش، بعد بیا برای آدرس این کارو بکن. فقط این که آدرس رو نمیخوایم یه تکست باکس معمولی باشه، میخوایم یه مولتی لاین باشه، در واقع تکست اریا باشه که بتونه چند خط هم خاص براش چیز بنویسه. پس میگم که html.textArea4 model.address و ویتش رو میدم مثلا 85%، که کل صفحه رو هم نخواد بگیره، هیتش رو هم که مقدار بهش میدم مثلا حالا 35 پیکسل. ببینیم اگه مناسب بود که هیچ. خب من این رو و اینجا هم دکمه، به جای دکمه افزودن میزنیم اتصال به درگاه بانکی، یا حالا بگیم ثبت اطلاعات و اتصال به درگاه بانکی. ثبت اطلاعات و اتصال به درگاه بانکی. خب پروژه رو با اجرا میکنم. همین ویوی که درست کردیم با هم چک کنیم. این ویوی که درست کردم یه فرم داره، بعد یه توضیح که حالا خرید محصول، این توضیح هم خودمون نوشتیم، کاربر گرامی اطلاعات خود رو به دقت پر کنیم. بعد فیلدهایی که نیاز داریم اطلاعات کاربر رو بگیریم، مثل نیم که براش لیبل به ترتیب، تکست باکس و ولیدیشن مسیج ساختیم. بعد موبایلش، به همین صورت ایمیلش، کد پستیش و آدرسش رو نهایتا میگیریم و بعد از اینکه داخل دیتابیس ثبت کردیم اون رو به درگاه بانکی هدایت میکنیم. اینجا من مرحله بعد رو میزنم. خب میبینی که وارد این صفحه شده. من مقدارش کم است، 350 پیکسلش کنم مقدارش بهتر میشه یا نه. خب آدرس 350 هم زیاد شد، مثلا تا 100 پیکسل. خب 100 پیکسل بهتر شد. اینجا کاربر میاد نام خودش رو، موبایلش رو، ایمیلش رو، کد پستیش رو و آدرسش رو وارد میکنه، ثبت اطلاعات رو میزنه. خب اونایی که مواردی که باید حتما وارد بشه براش به نمایش در میاد. خب حالا میریم کد ثبتش رو بنویسیم. میام داخل کنترلر هوم. اینا رو زیادی شلوغ شده، بذارید پاکش کنم. موارد اضافی رو یکی که پاک کنم. خب میام داخل کنترل هوم. برای حالت پستش که اطلاعات رو به سمت سرور پست میکنه و میخوایم ثبتش کنیم، با اکشن می نویسم. میشه public action result by. به عنوان پارامتر ورودی ما یه فاکتور میخوایم بگیریم، پس میشه فاکتور، اسمش رو هم پس میذارم فاکتور و نوعش رو میگم که HTTP پست باشه.
خب اینجا ما باید چک بکنیم ببینیم اطلاعاتی که کاربر وارد کرده درسته یا نه و در صورت درست بودنش اون رو داخل دیتابیس ذخیره کنیم. خب حالا اطلاعاتی که کاربر وارد کرده رو ما الان گرفتیم. فقط لازمه که بعضی از پروپرتیاش که برای ست نشده مثل بای دیت رو و غیره رو اینجا ست کنیم براش. بای دیت میشه datetime.no. دیگه پارامتر دیگه ای که باید براش ست کنیم، خب کد پستی دسکریپشنه که ما باید ست کنیم. دسکریپشن این توضیحی که خودمون میدیم، این که مثلا بگیم که خریدی به مثلا توسط آقای فلانی در تاریخ فلان و به مبلغ فلان مثلا انجام شد. میخوایم بگیم که خرید به مبلغ، یا که بهتر بگیم خرید توسط کاربر. اینجا نام کاربر رو وارد میکنیم. خب نام کاربر میشه همین فاکتور دات نیمی که خودش وارد کرده به علاوه خرید توسط کاربر فلانی در تاریخ امروز رو وارد میکنیم، میشه datetime.no.toString که البته این تاریخ رو به میلادی میده. بهتره که ما تاریخ رو به شمسی تبدیلش کنیم. پس از متد اکستنشن متد تو پرشین دیت استفاده میکنم و بعد به استرینگ تبدیلش میکنم به علاوه مثلا میشه به مبلغ. خب مبلغ میشه هزینه اون فاکتور که هزینه‌اش ما هنوز حساب نکردیم، میشه فاکتور دات پرایس دات تو پرایس هم استفاده میکنم که با کاما از هم جدا کنه سه رقم تومان انجام شد. زنگ به علاوه میذارم. خب این الان میشه که توضیحاتش میشه خرید توسط کاربر، نام کاربر مثلا خرید توسط کاربر محمد جواد ابراهیمی در تاریخ الان که اون تاریخ رو گرفتیم datetime.node به پرشین تبدیلش کردیم، اون رو به استرینگ تبدیل کردیم در تاریخ الان به مبلغ اون قیمت اون فاکتور، به مبلغ که مبلغ فاکتورمون هست اینقدر تومن انجام شد. خب الان ما قبلش مبلغ فاکتور رو حساب بکنم. مبلغ فاکتور میشه که اون آیتم هایی که توی کوکیمون هست، یعنی توی سبد خریدمون هست رو من باید بیام ببینم چند تا محصول هست و از هر محصولی چند تا سفارش داده شده و هر محصولی از اون چه قیمتی بوده که این محاسباتش انجام بدم و نهایتا جمع فاکتورش رو محاسبه کنم. خب من واسه این کار یه ویو بسکت داشتیم که لیستی از بسکت ها رو برای ما حساب میکرد، یعنی از کوکی میگرفت داخل لیست بسکت یکی یکی اضافه میکرد که داخل لیست بسکت همونطور که میبینید من دیفینیشنش میکنم محصول هست با تعدادش. ما از همین میتونیم استفاده کنیم. من اینجا مثلا یه دسیمال بگیرم، دسیمال پرایس، یه متغیر تعریف کنم از نوع دسیمال به نام پرایس. این مقدارش فعلا صفره. بعد یه فور ایچ میذارم روی لیست بسکت. خب هر آیتمیش میشه یه دونه بسکت ویو مدل. بسکت ویو مدل من دو تا پروپرتی داره، یکی پروداکت و دیگری کانت. من اینجا باید ابتدا قیمت هر محصول که میشه پروداکت دات پرایس رو بگیرم، بعد ضرب در تعدادش بکنم که میشه آیتم دات کانت. چرا نمیشناستش؟
پرایس ضرب در آیتم دات کانت باید آیتم دات کانت رو بشناسه، خاطر اینه احتمالا این قسمت رو من بذارید کامنتش کنم. آیتم چوب بندم دوباره بازش کنم ببینم که این آیتم دات کانت رو اولش بنویسم آیتم دات کانت ضرب در آیتم دات پروداکت دات پرایس. خب من میخوام تعدادش که ضرب در قیمت هر محصولی شد جمع بشه با قیمت پرایس، یعنی پلاس مساوی بشه با این مقدار. خب من این رو به این صورت، پس اینجا ما اومدیم روی بسکتمون، لیست بسکتمون یه فوریچ گذاشتیم، به ازای هر آیتمی که داخل سبد خریدمون هست اومدیم قیمت اون محصول رو ضرب در تعدادش کردیم و نهایتا اون رو جمع کردیم با مجموع قیمت فاکتورمون و اینجا هم میایم این قیمت فاکتور رو برابر پرایس میکنیم به این صورت. اینجا هم پس پرایس رو ما ست کردیم براش، ببینم دیگه چه فاکتوری ما باید براش ست کنیم. فاکتور دات یوزر آیدی. خب یوزر آیدی یه شرط باید براش بگذاریم، بگیم که اگر که if سشن یوزر آیدی نامساوی نال بود، یعنی یک مقداری داخل سشن یوزر آیدی بود، این سشن رو من وقتی کاربرم لاگین میکنه این سشن رو مقدارش رو از آیدی کاربر پر میکنم. پس الان اگه نامساوی نال بود یعنی کاربر لاگین کرده، پس ما میتونیم فاکتور دات یوزر آیدی رو برابر سشن یوزر آیدی قرار بدیم. اینجا من یک کانورت میکنم مقدارش رو به اینت 32 و مقدار سشن یوزر آیدی داخلش میریزم. دیگه فاکتور دات ایز فینیش رو هم فعلا فالس قرار میدم، به خاطر اینکه هنوز خریدمون با موفقیت انجام نشده، ما تازه میخوایم اون کاربر رو به درگاه اینترنتی هدایتش کنیم و اگر که خریدش با موفقیت انجام شد بعد ایز فینیش رو شروع میکنیم. خب اینجا هم من بعد از اینکه این موارد رو انجام دادیم، که بهتره که قبل از اینکه این موارد رو انجام بدیم ما یه شرط هم بگذاریم، ببینیم که مقادیری که کاربر وارد کرده صحیح هست یا نه. پس میتونیم بگیم که یه شرط بذاریم if model state dot is valid بود، بعد بیا این موارد رو انجام بده، در غیر این صورت بیا یک پیغامی به کاربرمون نمایش بده. خب اینجا چک میکنیم در صورت که ایز valid بود و مقادیر شما ست کردیم براش مشکلی نداشت، میایم اد کردنش رو انجام میدیم. واسه اد کردنش من باید ریپوزیتوریش رو بسازم. ریپوزیتوریش داخل helpers، داخل پوشه مدلز ریپوزیتوری، من رو کپی میکنم اینجا، یه کپی ازش میگیرم، میشه فاکتور ریپوزیتوری که عملیات دیلیت آپدیت سلکتش داخل این هست. یه کپی هم میگیرم مواردش رو درست میکنم، به جای گروپ توی کل این داکیومنت مینویسم فاکتور. بیلد بکنم ببینم مشکلی که نداشته باشه. خب من ریپوزیتوری فاکتور آیتم رو هم درست میکنم، چون که بعد از اینکه فاکتور ما ثبت شد قراره که آیتم های اون فاکتور ثبت بشه.
کپی این رو میکنم فاکتور آیتم ریپوزیتوری و اینجا هم به ازای فاکتور میگم که این رو جایگزین کن با کلمه فاکتور آیتم. خب این بالا هم بهتره که من ریپوزیتوریش رو تعریف بکنم. میگم که ریپوزیتوری فاکتور ریپوزیتوری نیمش رو میگذارم BL فاکتور مساوی نیو فاکتور ریپوزیتوری. یه نیو هم برای فاکتور آیتم میگیرم، میشه فاکتور آیتم ریپوزیتوری. نیو میگیرم از فاکتور آیتم. این متدای دیلیت آپدیت سلکتش داخل این کلاس ها هستن. حالا من میخوام بگم که اگر مقادیری که از کاربر گرفتیم صحیح بود و مواردی هم که ما اینجا مثل دیسکریپشن، پرایس، بای دیت و یوزر آیدی و ایز فینیش براش ست کردیم، همه چی اوکی بود. حالا بیا اینجا اد رو انجام بده. اینجا من باز یه ایف میذارم، میخوام ببینم که اد شدنش با موفقیت انجام شده یا نه. میگم که bl فاکتور دات اد نیو که نمیخواد، همون فاکتوری که به عنوان پارامتر ورودی گرفتیم و مقادیر رو براش ست کردیم. اگر که اوکی بود یعنی یه سطر با مقادیر این فاکتور داخل دیتابیس من ذخیره شد. پس میام آخرین سطری که توی جدول فاکتور من ذخیره شده رو میگیرم، به خاطر اینکه از کلید اصلیش میخوام توی جدول فاکتور آیتمز استفاده کنم. همونطور که میبینید داخل جدول فاکتور آیتمز یه فاکتور آیدی داریم، یه پروداکت آیدی و یه تعدادش. پس ما باید اینجا یه فاکتوری که ثبت میکنیم رو کلید اصلیش رو داشته باشیم که اینجا به عنوان کلید خارجی استفادهش کنیم. آخرین سطری که اضافه شده میشه کلید اصلی اون سطری که ما الان اینجا ثبتش کردیم. پس در صورت که با موفقیت ثبت شد من میگم int id یا همون فاکتور آیدی مساوی bl فاکتور دات get last identity. این متدیه که ما داخل ریپوزیتوریمون داشتیم. کارش به این صورته که میاد بر اساس آیدی اوردر بای دسکدینگ میکنه، در نتیجه آیدی هایی که آخر بودن میان اول کار و بعد میاد اولین سطرش رو انتخاب میکنه، آیدیشو برای ما برمیگرده. توسط این متد دیگه آخرین سطری که اضافه شده آیدیش برای ما برمیگرده. خب حالا اگر که با موفقیت ادش انجام شد من میام یه فور ایچ میذارم روی بسکتم، لیست بسکت اون آیتم هایی که داخل سبد خریدمون بود داخل این لیست بسکت داریمشون. حالا میخوایم یکی یکی اینها رو داخل جدول خودمون داخل دیتابیس اضافهش کنیم. پس میام اینجا می‌نویسم bl فاکتور آیتم دات اد نیو فاکتور آیتم. خب اینجا فاکتور آیدی داره، فاکتور آیدی من همین مقدار هست، میشه این. بعد آیدی داره که آیدنتیتیه، فاکتور هم که نوع خود فاکتور هست، پروداکت هم که نوع خود پروداکت هست. یه پروداکت آیدی من نیاز دارم و یه کیوتی وای که همون کانتش میشه. پس اینجا من میام پروداکت آیدی رو مقدارش رو برابر آیتم دات پروداکت دات آیدی میکنم و کیوتی وای رو برابر آیتم دات کانت که نشون میده که آیتم دات کانت منم به بایت تبدیلش میکنم، چون که آیتم دات کانت من اینت هست و کیوتی وای من بایت هست. من از متد کانورت تو بایت استفاده میکنم تا تبدیلش انجام بشه. خب ما پس به این ترتیب فاکتور رو اضافه کردیم، آیدیش رو گرفتیم و به ازای تمام محصولات که داخل سبد خریدمون بود یکی یکی فاکتور آیتم هاش رو اضافه کردیم که فاکتور آیدی این مقدار میشه، آیدی محصول از item.product.id و item.count تعداد اون سفارشی که انجام داده، تعداد اون محصولی که سفارشش داده ذخیره میشه. خب اینجا اد رو انجام میدیم
و در نهایت اگه همه چی اوکی بود ریدایرکتش میکنیم به ریدایرکت تو مثلا درگاه اینترنتی دیگه که پرداختش رو انجام بده. خب حالا ما یه الس هم اینجا داشتیم که اگر مدل استیتش ولید نبود، یعنی یه مقداری رو اشتباه وارد کرده بود، مثلا حالا هر چیز ایمیل هر چیزی رو اشتباه وارد کرده بود، ما اینجا نباید دیگه ثبت کنیم فاکتور و موارد دیگه رو، اینجا باید یه پیغام بهش نشون بدیم. فقط نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما اینجا چون قرار ریدایرکتش بکنیم کاربر رو به صفحه درگاه اینترنتی، نمیتونیم که به صورت ایجکس استفاده کنیم، چون توی ایجکس ما فقط میتونیم مثلا مقدار برگردونیم، میتونیم حالا اسکریپت یا جیسون یا موارد دیگه برگردونیم، ولی نمیتونیم ریدایرکت کنیم کاربر رو به صفحه دیگه. پس ما اینجا نباید از ایجکس استفاده کنیم. وقتی که از ایجکس استفاده نمی کنیم، خب قاعدتا نمیتونیم مسیج باکس ایجکسی نشون بدیم به کاربر یا کارهای دیگه که توی ایجکس دستمون باز بود. پس اینجا ما باید توی یه مثلا دیوی یه چیزی به کاربر فقط نشونش بدیم پیغاممون رو. پس اینجا من میام واسه این کار از ویو بگ استفاده میکنم. ویو بگ شیئی بود که داخلش میتونستیم یه مقداری بریزیم و توی ویومون بهش دسترسی داشته باشیم. ویو بگ نوعش از نوع داینامیک هست، یعنی خودم میتونم نوعش رو براش مشخص کنم. میگم ویو بگ دات مسیج باشه که مثلا اطلاعات خود را به درستی وارد کنید. خب اینجا به کاربر این پیغام رو میخوایم نمایش بدیم و همینطور اگر که فاکتور ما اضافه نشد، حالا به هر دلیلی، یا اطلاعات اشتباه بود یا نمیدونم مثلا خطایی توی دیتابیس رخ داد یا هر دلیل دیگه ای، میخوایم به کاربر نمایش بدیم که ثبت نشد مثلا. خب اینجا به کاربر این پیغام رو نمایش میدیم که اطلاعات شما ثبت نشد. و نهایتا ریترن ویو میکنیم. حالا کاری که ما برای نمایش پیغام باید انجام بدیم اینه که بیایم و بالای اینجا مثلا این قسمت که تگ پی رو صدا زدیم، یعنی اینجا پیغاممون رو اینجا نمایش بدیم به کاربر. مثلا بالای تگ پی من میتونم یه دیو باز کنم و پیغاممو به کاربر نمایش بدم. پیغامم میشه @viewbag.message. حالا واسه اینکه پیغامم یه رنگی هم داشته باشه، ما میخوایم خطا رو به کاربر نمایش بدیم دیگه، پس کلرش رو رد میکنم. این پروژه رو هم یه بار اجرا میکنم، صفحه رو ریفرش میکنم تا نتیجه رو ببینیم. خب اینجا من دستی میرم و حالا کد رو به خطا میندازم که فقط نمایش مقدارش رو ببینیم. مثلا اینجا به جای مدل state.isValid مقدار فالس رو میگذارم. خب فالس که باشه داخل else میره، داخل این قسمت دیگه نمیاد و داخل else میره. پس این پیغام رو به ما نمایش میده. پروژه رو اجرا میکنم، صفحه رو ریفرش میکنم. خب اینجا حالا مقادیر رو وارد میکنم. مقادیرش هرچند الکیه، البته باید به من خب مقادیرش الکیه، مهم نیست. میخوام بهم خطا بده، یعنی بیاد اینجا من یه بریک پوینت هم میذارم که طرز کارش رو ببینی. میام اینجا ثبت اطلاعات و اتصال درگاه بانکی رو کلیک میکنم، داخل بریک پوینت میره. خب مقادیر فاکتورم رو میبینم. خب مقادیری که خودم اونجا وارد کردم، دسکریپشنش که ناله، بایدیتش که مقدار نداره، من باید خودم وارد کنم. پلاکود ناله، ایسفینیشش فالسه، تمام این مقادیر درسته، این موبایل و نیم و همه چیزایی که خودم وارد کردم. خب
میاد اینجا به فالس میرسه. خب وارد این قسمت نمیشه دیگه، میاد وارد الس میشه. مسیج رو پر میکنه مقدارش رو و ویو رو برمیگردونه. پس اینجا این پیغام نمایش داده میشه، یعنی داخل اون دیوی که من ویو بگ مسیج رو نمایش دادم این قسمت نمایش داده میشه. این هم از نمایش خطامون به کاربر. پس اگه ما خواستیم خطایی به کاربر نمایش بدیم تو حالت که فرمون ایجکسی نبود، باید از این حالت استفاده کنیم، از ویو بگ و حالا یه متغیری مثلا به نام مسیج براش مشخص کنیم و اون طرف توی ویومون بیایم این مسیج رو نمایش بدیم. خب من این قسمت فالس رو برمیگردونم، مدل سدی ایز ولیدش میکنم باز تا به ادامه کارم برسیم. خب حالا موردی که هست اینه که ما باید اگه تمام این موارد درست بود و دیگه اوکی بود، همه چی خواستیم به درگاه بانکی هدایتش کنیم، میرسیم به این قسمت. توضیحی که اینجا لازمه بدم اینه که درگاه بانکی که درگاه اصلی بانکی، یعنی اتصال به درگاه مثلا بانک‌های سامان، نمیدونم ملت، حالا چیزای دیگه ملی و غیره، اینه که درگاه بانکی رو فقط به شرکت ها میدن و به افراد عادی درگاه بانکی نمیدن. درگاه اصلی بانک نمیدن و فقط به شرکت ها این اجازه رو میدن. خود بانک فقط به شرکت ها این اجازه رو میده و اگه فرد عادی بخواد این کار رو انجام بده، بانک اجازه رو بهش نمیده که درگاه بانکی داشته باشه. پس شما مجبورین که از درگاه های بانکی واسط استفاده کنید. درگاه بانکی واسط مثلا زرین پال، حالا من آدرسش رو آخر کار توی یه فایل تکست می‌نویسم براتون، مثل زرین پال، مثل پارس پال، مثل مثلا جهان پال، جهان پی یا پیلاین. اینا درگاه های واسط معروف هستن. زرین پال یا نمیدونم حالا پارس پال، جهان پی، پیلاین، اینا درگاه های بانک واسط هستن. درگاه بانک واسط کارش اینه که این امکان رو به کاربرای عادی میده، به اون افراد عادی که درگاه اینترنتی برای خودشون بسازن. باید اول بیان توی این سایت ها ثبت نام کنن. من به عنوان مثال توی زرین پال ثبت نام کردم و به شما نشون میدم طرز کارش رو. اینه که اول میان توی این سایت ها ثبت نام میکنین، بعد از حالا اینکه این سایت یه سری بررسی ها رو میکنه که ببینه حالا شما مثلا اطلاعاتتون صحیح هست، شماره موبایلتون، کد ملیتون، اطلاعاتتون رو کامل میگیره و اونا رو بررسی میکنه. اگر که اطلاعاتتون صحیح بود و اوکی بود همه چیز، میاد حساب کاربری شما رو فعال میکنه. بعدش شما میرین داخل اون سایت. بذار من وارد بشم. رمزش چی بود؟ خب وارد حساب کاربری میشین. بعدش باید بریم توی قسمت سایت کامل هنوز لود نشده. بعد باید بریم توی این سایت یا حالا سایت دیگه، باید برین شماره حسابتون رو اضافه کنین اینجا. شماره حسابی که میخواین خرید و فروش هاتون تراکنشاش داخل اون حساب ذخیره بشه. یعنی مثلا وقتی یه کاربری اومد یه خریدی انجام داد، پولش به اون شماره حسابتون که میخواین توی بانک اضافه بشه پولش. سایتش حالا چرا لود کامل نمیشه، بعضی دکمه‌هاش عمل نمیکنه. من با فیلتر چکن برم. بعضی موقع این اینترنت من درست کار نمیده، سایت ها رو لود نمیکنه کامل. من دکمه روش کلیک میکنم، هیچ حرکتی انجام نمیدم. خب سایتش اومد و باید بریم توی بخش حالا مثلا این سایت که ثبت نام کردین که یکی از سایت خوب درگاه واسط هست، ثبت نام میکنید. بعد از اینکه حسابتون تایید شد، میایین بخش امور مالی، حساب‌های متصل. بعد اینجا باید حساب‌های متصلتون رو تایید کنید. مثلا من الان 2 تا حساب توی بانک ملت و یه حساب توی بانک صادرات اضافه کردم به این سایت
که وضعیتش همونطور که می‌بینید تایید شده هست. یعنی وقتی حسابم وارد می‌کنین که می‌خواین بگین مثلا شماره کارت و شماره حساب رو وارد می‌کنین که می‌خواین اضافه بشه، از این قسمت می‌تونین برین افزودن حساب، شماره شباش رو، شناسه شبا، شماره کارت، نام صاحب حساب، تاریخ ابطالش رو، بانک صادر کننده، تمام این موارد رو وارد می‌کنید. بعد اینجا توی لیست اضافه میشه. بعد وضعیتش در حال بررسیه. بعد که تایید شد و چک کردن مشکلی نداشت، حساب شما رو تایید میکنن تا به این در واقع حساب کاربریتون این حساب ها اضافه بشه. بعد از اینکه حسابتون تایید شد، شما دیگه میتونین خرید و فروش هاتون رو از این درگاه انجام بدید. مثلا این قسمت رو بذارید که من مثلا کاربری که میاد بر سایت شما خرید میکنه، حالا من یه نمونه به عنوان مثال به شما نشون میدم که مثلا میخوام 100 تومن یا حالا 1000 تومن به حسابم اضافه کنم، دریافت کدش رو میزنم. حتی اینا لازم نیست، فقط به عنوان مثاله که ببینین به چه صورت چیزش عمل میکنه، درگاهش عمل میکنه. خب الان همونطور که میبینین وارد درگاه زرین پال من شد. بعد میگه که مبلغ مثلا 1000 تومن میخواد در واقع خرید کنه از این، در واقع میخواد، یعنی من خودم، حالا این حساب مال خودمه ولی من میخوام خودم مبلغ 1000 تومن خرید کنم از سایت خودم و این مثلا این مبلغ 1000 تومن رو به درگاه خودم واریز کنم. خب من میام اینجا، حالا توضیحاتشو اینجا نوشته، بانک صادر کننده مثلا میگم ملی، بعد پرداخت صورت حساب رو میزنم، گزینه انتقال دروازه بانک میاد، توش که کلیک کنم وارد درگاه بانکی میشیم. توی درگاه بانکی دیگه شماره کارتم 16 رقمی رو وارد میکنم، رمز دومش CVV2 و تاریخ انقضا و این کد تسهیل امنیتی رو وارد میکنم و نهایتا پرداخت رو میزنم. به این صورت مثلا مبلغ 1000 تومان از این شماره کارت که اینجا وارد میکنم کم میشه و به حساب من توی زرین پال اضافه میشه. این فقط برای امتحانش بود. حالا بحث کد نویسیش و اینه که ما باید از وب سرویس استفاده کنیم، از وب سرویس خود زرین پال استفاده کنیم واسه این کار و موارد دیگهش اون میمونه توی جلسه بعدی که ما میخوایم شیوه خرید از درگاه اینترنتی رو با هم دیگه کار بکنیم و یاد بگیریم. خب این جلسه هم دیگه تموم شد. امیدوارم این جلسه هم مفید واقع شده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.